هموطنان عزیز، همه شما را به مناسبت عید قربان صمیمانه تبریک میگویم. به هر یک شما سلامتی و خوشحالی و در خاندانتان آسایش و آرامی آرزو می نمایم. عید قربان یکی از مهمترین آیین‌های دین مبین اسلام باشد و فضیلت‌های زیادی دارد. تقویت دوستی و محبت بین همدیگری، ترغیب ارزش‌های اخلاقی، انجام دادن عمل‌های خیر، پاس احترام پدر و مادران و کلانسالان، دستگیری کمبزاعت‌ها و نیازمندان و صرفه و سرشته‌کاری از زمره فضیلت‌های این عید می باشد.